کاشی رو کاشی کف سرویس ها، حمام و دستشویی که سوال بیشتر شما عزیزان هست که میتونیم این کار رو انجام بدیم یا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. خب اگر سرویس شما این شرایط داشته باشه شما میتونید کار رو انجام بدید. اونا چی هستن؟ کاشی‌های قبلی کف به هیچ عنوان لغزدگی نداشته باشه، ملات زیرش خالی نشده باشه، وقتی که ضربه میزنی جایش صدای خالی و پوکی نداشته باشه، یعنی زیرش خالی نباشه. شیب بندی کاشی قبلی درست اجرا شده باشه، در اثر نشست مساله و گذشت زمان و نشست ساختمون کف دچار گودی نشده باشه و بابت لوله کشی‌ها مطمئن باشین که پوسیده نیست و مشکلی از بابت نم و اینها ندارین. شما میتونید کاشی جدید روی کاشی قبلی نصب کنید با استفاده از چسب‌های مخصوص و قوی ضد آب و لایه‌های پرایمر ضد آب. نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این هستش که این کاشی جدیدی که شما نصب می‌کنید روی کاشی قبلی یه ضخامتی خودش داره و یه ضخامتی اون متریال و مساله و لایه‌های پرایمر زیرش داره که در نهایت یه چند سانتی کاشی کف میاد بالا و اگه بحث درگیری کف در با کاشی یا اختلاف ارتفاع آستانه ورودی در با سطح کاشی رو نداشته باشه شما میتونید این کار رو انجام بدید. اما من با توجه به تجربه شخصی خودم طی پروژه‌هایی که کار کردم بهتون پیشنهاد میکنم که اصلا این کارو نکنین. کاشی رو کاشی کف نچسبونین، کامل کفو بکنین، لوله کشی کفو چک کنین، اگر پوسیده بودن عوض کنین، اگر پوسیده نبودن که هیچ، و قیرگونی جدید ضد آبش کنین و کاشی کف جدیدو نصب کنین و این عاقلانه ترین کار هست چون شما دارین هزینه میذارین، زمان میذارین و نصاب میارین، متریال میخرین و خیلی حیفه که شما بی احتیاطی کنین و یک سال بعد 6 ماه بعد از اینکه این همه هزینه کردین یهو حالا مثلا لوله هاتون دچار پوسیدگی شده بوده و شما نمیدونستین و نشتی آب دارین و دوباره از اول باید همه رو بکنین و درست کنین. پس بهترین کارش اینه که کاشی کفو حتما بکنین، ولی دیوار رو میتونین کاشی روی کاشی نصب کنین. میمونه کاشی کف واحد و کف آشپزخونه هم که شامل اون هستش. ببینین از نظر وزنی که سوال دارین، وزن ساختمان نسبت وزن کاشی و سرامیک حالا مصالحش نسبت به وزن سازه مقدار خیلی نامحسوسیه و هیچ مشکلی از لحاظ بار و سنگینی بار کف و سقف طبقه پایین ایجاد نمیکنه. شما میتونید کاشی رو روی کاشی قبلی نصب کنید. اما تمام آیتم ها و گزینه هایی که در مورد کف سرویس گفتم در مورد اینجا هم صدق میکنه، به شرطی شما میتونید این کارو کنید که تمام شرایط رو داشته باشه و مشکلی براتون ایجاد نشه. ولی بازم با توجه به تجربه شخصی خودم در مورد کاشی کف میگم که بهترین کار اینه که شما بکنین، لوله کشی ها رو چک کنین و کاشی جدید رو نصب کنین. امیدوارم که این مطلب برای شما مفید بوده باشه و کاربردی. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید.